برای داشتن پوستی صاف، درخشان و جوان باید از یک روتین پوستی مناسبی پیروی کنیم. اما گاهی اوقات با وجود رعایت همه نکات مراقبتی، در نهایت میبینیم که از وضعیت پوستیتون ناراضی هستین. اغلب اوقات این موضوع میتونه به دلیل انجام اشتباهات رایج توی روتین پوستی باشه که اکثر افراد با تکرار مداوم اونا میتونه به پوستشون آسیب جدی وارد کنن و باعث پیری زودرس، ایجاد لک و آکنه بشن. این اشتباهات به قدری رایج و همه‌گیره که بسیاری از افراد حتی به ذهنشون نمیرسه که انجام چنین کاری کاملا غلطه. اشتباهاتی که اگه تو روتین پوستیتون انجام بدید پوستتون رو نابود میکنه و متاسفانه میبینیم که 90% این کارها رو انجام میدین. سلام و عرض ادب خدمت دوستان همراهان گرامی، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. من محمدم، دانشجو و پژوهشگر مطالب پزشکی هستم. امروز میخوام در مورد اشتباهات رایج روتین پوستی صحبت کنیم که خیلی شایع و مشکلات مختلفی رو براتون ایجاد کرده. اگه اولین بار با کانالم آشنا میشید ممنون میشم سابسکرایب کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. این کار شما به افزایش سطح آگاهی جامعهمون کمک میکنه و زنگوله رو بزنید تا به محض اینکه ویدیو جدید آپلود کردم بتونید تماشا کنید. پس بریم که یه موضوع بسیار جالب دارم واسهتون. اشتباهاتی که ندانسته در روتین پوستی خود مرتکب میشیم نه تنها موجب به بسته شدن منافذ پوست و تحریک و خشکی اونا میشه، بلکه زمینه پیری زودرس رو فراهم میکنه و وادارمون میکنه بهای این اشتباهات به ظاهر کوچیک رو به سخت‌ترین شکل ممکن بپردازیم. اگه به سلامت پوستتون اهمیت میدیم و دوستان زیبایی طبیعی اونا رو مدت طولانی تری حفظ کنید، حواستون به این اشتباهات ساده و رایج باشه. اشتباه شماره 1: به شور و حساب کردن بیش از حد پوست، کیسه زدن، استفاده از لیف‌های لایه بردار و استفاده بیش از حد از فیس براش ها برای شستشوی صورته. این کار باعث میشه که سد دفاعی پوست کاملا تخریب بشه و پوست دهیدراته بشه. یکی از مهمترین اشتباهات رایج روتین پوستی شستشوی بیش از حد پوسته. این کار به تدریج موجب از بین رفتن چربی مفید پوست، آسیب به سد دفاعی و بروز خشکی و همچنین حساسیت میشه. علاوه بر این مورد ممکنه با چروک شدن پوست یا پیری زودرس مواجه بشید. اشتباه شماره 2: استفاده از انواع روغن‌ها، اویل‌ها برای پوست و صورت و یا استفاده از وازلین و پرل‌های ویتامینی بر روی پوست صورته که این کار باعث ایجاد میلیاها و سودوسیست‌ها مخصوصاً توی نژاد ایرانی میشه. اشتباه شماره 3: استفاده از شوینده‌های قوی برای پوست‌های چربه. یکی از مهمترین اشتباهات رایج روتین پوستی انتخاب شوینده‌های صورت قوی و خشنه. این محصولات چربی طبیعی پوست را از بین برده و غدد چربی برای جبران اون سبم بیشتری ترشح میکنه. پس بهتره از شوینده صورت ملایم استفاده کنید. اشتباه شماره 4: استفاده از چندین اکتیو پوستی به صورت همزمان توی روتین پوستیه، در حالی که طرف هنوز روتین پایش رو درست نمیره. بیایی رتینول بزنی، ویتامین سی بزنی، نیاسینامید بزنی، در حالی که هنوز ضد آفتابت رو درست نمیزنی. شوینده و آبرسان و مرطوب کننده رو درست استفاده نمی کنی. این کار خودش باعث نابود شدن پوست شما میشه. اشتباه شماره 5: رها کردن روتین پوستیه. برای داشتن پوست و مو سالم نباید از مشاهده نتیجه مصرف محصولات پوستی و مویی رو متوقف کنید، چون این امر خودش یکی از اشتباهات رایج پوست و موییه. اشتباه 6: شستشوی صورت بیش از 2 بار توی روزه. حتی اگه ترشح چربی پوستتون هم زیاد باشه، شستشوی بیش از حد صورت باعث تحریک ترشح چربی میشه و پوست رو دهیدراته و سد دفاعی رو ضعیف میکنه. اشتباه شماره 7: محکم کشیدن حوله روی صورته. یکی از اشتباهات رایج روتین پوستی محکم کشیدن حوله برای خشک کردن صورته. این کار باعث میشه به پوست آسیب وارد بشه. بهتره که حوله رو به نرمی روی پوست گذاشته و بردارید. اشتباه شماره 8: استفاده از لایه بردارهای قوی هیچ فرقی با کشیدن سنباده روی پوست نداره. این اسکراب ها معمولا بر پایه نمک هستند. سطح پوست رو زخم میکنن و به اون آسیب میزنن. پس برای جلوگیری از تحریک پوستی میتونید از اسکراب های شیمیایی استفاده کنید که با پوست رفتار ملایم تری دارن و با این حال اون رو از شر سلول های مرده خلاص میکنن. اشتباه شماره 9: ترتیب نادرست استفاده از محصولات مراقبتیه. استفاده از محصولات مراقبتی ترتیب خاصی داره که متاسفانه خیلی اون رو جدی نمیگیرن. پوست صورت مثل معده نیست که همه غذاها رو ترکیب و هضم کنه. بعضی از محصولات جلوی جذب محصولات دیگه رو میگیرن و میزان اثر بخشی اونا رو کم میکنن.
همیشه ابتدا آرایش صورت رو پاک کنید، سپس پوست صورت رو با یک شوینده مناسب بشویید، تونر بزنید، سرم های تغذیه پوست رو بمالید و در آخر مرطوب کننده و کرم دور چشم بزنید. آخرین مرحله استفاده از ضد آفتابه. اشتباه شماره دهم نداشتن روتین پوستیه. روتین مراقبتی صرفا مختص پوست‌های حساس و در معرض جوش نیستن. حتی اگه پوست خوبی دارید و فعلا اثری از پیری در اون نمیبینید، برای حفظ این زیبایی طبیعی باید به فکر یک رژیم مراقبت از پوستی درست حسابی باشید. روتینی متناسب با نوع پوستتون که جلوی ظهور چین‌های تازه رو بگیره، سلول‌های مرده رو دفع کنه و پوستتون رو هیدراته نگه داره. جوینده مناسب، لایه بردار و مرطوب کننده و ضد آفتاب اساس یک روتین پوستی مفید و موثرن. خب دمتون گرم که تا انتهای ویدیو با همون همراه بودین. اگه مطالب این ویدیو براتون مفید بود، جهت حمایت از این کانال که متعلق به خود شماست، این ویدیو رو لایک کنید و اگه سابسکرایب نکردین دکمه سابسکرایب رو بزنید و همراه همیشگی ما باشید. و هر سوالی داشتین در قسمت کامنت ها بپرسید و جواب میدم بهشون. مواظب خودتون باشید. براتون آرزوی سلامتی دارم. تا مطالب علمی دیگه، بدرود.